نیلگون آسمان، سبز باغ و چمن، از توی شادمان تاجیکستانی من سعدالله و بیبیاش هستم، خواننده صنف سیگ مؤسسه تشکیلات میانه عمومی رقمی 67 نایه سینا شهر دوشنبه. شعر درباره پیشوای ملت، شعر نظام قاسم. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد، بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنمودم، که اندر آسمانش پر جلو تیر و کمان باشد. قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلق خویش، که بخت و راهی عمرش همچو شیر مادران باشد. با منبرهای بالایی جهان بردم زبانم را، که بخت و راهی عمرش همچو شیر مادران باشد. بسا خواری کشیده خونچه امید پروردم، که خواری را نبیند این دیار و گلفشان باشد. مرا هر باغ پیغام است از گل کردن دلها، مرا هر مزرعه سبز زی سرسبزی نشان باشد. بود نام ریزه و نامی وطن بالای چشمانم، دلم هم روز پیران و انیسی تفلکان باشد. کنم تاج سر دنیا دل را تاجیکستان را، زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد. کتاب‌های خواندگیت چند تا است؟ 20 تا حکایه خواندم، 37 تا افسانه، 40 تا شعر خواندم. 40 تا شعر از یاد کردی؟ ها. آفرین. باز تزگیک 15 تا. خوش. کدام افسانه رو خواندی؟ نامه‌هاش گوی کنی؟ گربه و موش، مرغابی و موش، 3 دختر و سنجاب، دختری پادشاه، دختری دانا، دختری زیرک، شیر، شغال و روباه. کنی هم شعر، شغال و روباه رو نقل کن. بود نبود یک شعر بود، او خدمتگار داشت روباه و شغال. روز شعر سعید را به دست آورد و به شغال گفت که تو سعید را تقسیم کن. شغال باشد سعید را 3 قسمت کرد، یکش را به شعر گذاشت، به نزد شعر گذاشت، دویمش را به نزد روباه و سومش را به نزد خودش. شعر چوین تقسیم را بدید و گوش را یک سماند و یک پنجه زد، کله گرگ را از تن جدا کرد. سپس به روباه گفت روباه تو گوشت را میان تقسیم کن. روباه باشد همه گوشت را نزد شعر گذاشت. شعر گذاشت و با کمال ادب در خدمت ایستاد. شعر چوین تقسیمات بدید و گفت روباه این ادب از که مختی؟ روباه گفت از سر جدا شده شغال. آفرین. خوش. از کدام شاعر ها شعر از یاد کردی؟ نامهایشان؟ محمد غایب، عبدالستار رحمان، شریف محمدیار، ابوالقاسم لاهوتی، موجوده حکیم و گلچهره سلیمانی و محبوبه نعمتزاده. از محبوبه نعمت دادر جانی شیرینم با پایستا که بینم، بیا دستت را دارم نه نمی بردارم. ما و تو آخر مردیم باید که خود را گردیم، می ترسی که می رفتی پامون کی رفتی من در برد روانم افتادنت نمانم. من افندی شریکی است. عبدالملک بهاری افندی، از کارهای افندی حیران شدم میخندی. یک لنده صابون را او حوا گفته گزیده است، از دردی اشکمش رو وای گفته دویده است. کلوش نپنو را زورقچه گمان کرده است، آن را به آب دریا آهسته روان کرده است. از سای دایه‌اش را از پا گفته دوانده است، تو بی همسایه‌اش را در بوز گفته کفانده است. از کارهای افندی حیران شدم میخندی. مهمان بختی من برای بچه ها شعر میگفت. موشک زیرک
روز از پایی شام آمد گربه لبی بام آمد یک موش دری خانه نزدیکی دام آمد موشک باهوشک بود زیرک بدو گوشک بود چشمی هوسی گربه به خوردنی موشک بود موش روی خلوصی کفت با هیلگاری بشفت در رخن یک دیوار بگریخت خلوصی افت گربه پسی ایوان موند لب لیسید و حیران موند. کمال ادب از محمد اوفی بخارایی. بود نبود یک شیر بود و در خدمت او روبا و گرگه بود. روز شیر سید را به دست آورد و گرگ گفت گرگ تو سید را قسمت کن. گرگ باشد سید را 3 قسمت کرد و به گرگ گفت که تو میانی هم قسمت کن. گرگ 3 قسمت کرد، یکش به شیر، دیگرش به روبا و سیامش به خودش. شیر چوی تقسیمات را بداد و گوشت را یک سو گذاشت و پنجه زد کلای گرگ را از تن جدا کرد و بعد به روبا گفت تو این را قسمت کن. روبا هم از سید را نزدی شیر گذاشت و با کمال ادب در خدمت ایستاد. شیر گفت ای روبا این ادب از کیا مختی؟ روبا گفت از سر جدا شده ای گرگ. چشم درد. بود نبود یک مرد بود. روز بعد دوستش گفت که مرا چشم در میکند. تقدیر چیست؟ دوستش گفت مرا پارسال دندان در میکرد برکندم. خروسی سرخ به اختیار جمعه نقل کنم. کنی؟ بود نبود یک پسرک بود. روز بعد دوستش روز غمگینانه به خانه میاد و پدرش از او میپرسد ها گوی چه گپ شد؟ هیچ چیز نیست میگوید. پدرش میگوید گوی چه گپ شد؟ بعد پسرک میگوید که من در سیم بودم همسینفم بختیار میگوید که تو خروسی مرا دزدیده ایم. من میگم اون خروسی من است اما او به من باور نمیکند. بعد پدرش گفت بختیار رو به خانه دعوت کن بیاید و خروسش را برد. بعد بختیار را به خانه دعوت کردند و بختیار کمی به خروس نگاه کرد و خروس را آمد و گزید نولش زد و بعد بختیار گفت نه این خروسی من نیست. ما بلبلان بلند نسازیم خانه را خوش کرده ایم خانه یک آشیانه را. سنگدل است هر که به ظاهر ملایم است پنهان درونی پنبه نیگر پنبه دانه را. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی هر جا که رفتی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاجی نبیرگان آدم باشی. نه بو دارد نه مزه از همه چیز با مزه. میپرد و پایش نیست میشیند و ایزش نیست. این سایه چه است؟ ابر؟ برف؟ یک سبچه 5 بیبیچه. از فرغانه برگشتن در راه به آدینه چی حادثه روی میدهد؟ در راه به آدینه کسل می شود، کسلی سیر و بعد کسل می شود. شریف آمده وقتی که آدینه نیست ارباب کمال بیبیش میمرد و ارباب کمال میگوید که بیا گل بیبی را به پسرمان ایباد توی میکنیم. بعد زنش میگوید که نه دخترمان گل دام را دوست میدارد باید ما او را به گل اندامی دهیم. نمیگوید ارباب کمال و گل بیبی را با ایباد توی میکند. ای تاج سر سلام ای خوش نظر سلام ای آنکی ناگپی بر من نگر سلام. از یک سلام گرم روشن شود دل از یک کلام گرم گلشن شود دل. من توریه و بکر خواننده صنف 4 در مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه تحصیل می نمایم. این حال من میخواهم یک شعر قرائت کنم. فرزند این زمانه باید اعلا بخوانه با نیکی نام تاجیک تا بر سما رسانه. بخوانم از کودکی چون بابای رودکی خانم و دانا شوم مانند سینا شوم. چو وارثی سامانی آرم صلح و امانی یا مثلی رحمان گردم لایقی دوران گردم. من میخواهم از صدر عینی یک شعر قرائت کنم در وصف مکتب.
ای مانده قدم بر راه مکتب عالیست مقام و جاه مکتب مکتب سبب حیات باشد مکتب سبب نجات باشد برخیز و گذار خواب خود را برگیر به کف کتاب خود را رو از همه پیشتر به مکتب شفق است تو را اگر به مکتب سعی بنما و علم آداب بهتر ز شریک خویش دریاب تا در دو جهان عزیز باشی با دانش و با تمیز باشی. زیاده از 120 افسانه 100 شعر 128 داستان و غیره را از بر نمودم. سلامت باشید. کنی افسانه اتفاق رو نقل کنید. اتفاق افسانه خلق تاج از قسم 6. پادشاهی 7 پسر داشت و بیمار می شود و پسرش را به نزد دعوت می کند و می گوید پسرانم کنی به پیش من بیاید و پسر آنها و 7 پسر او به پیشش می آید و شاه می گوید پسرانم انا این به آنها یک تایی چوب می دهد و می گوید انامین چوب را شکنید. بعد آنها می گیرند یک تا همهشان یک تایی چوب را می شکنند و بسیار چوب در دست گرفته به بچگانش می دهد و بچگانش همین قدر می کند که وی را شکسته نمی تواند. بعد پادشاه می گوید که دیده شما فرزندانم کلان شود همه تا یک جای باشد که شما را هیچ کس شکست داده نمی تواند. اگر شما تنها باشد همه شما را شکست می دهد. برای همین من این چوب را برای شما داده بودم که شما وصیت من را فهمید. بعد پسرانش خواب گفته پدر جان گفته از پیششان می رود و پدرش خرسند می شود. چند چیستان ایجاد کردی؟ من زیاده از 128 چیستان از خود نمودم. خیلی مرحمت چیستان گویی کردی چند تا؟ یک گیاه یابایی سرش پای مرغابی. باز؟ جواب این چیستان من چکری. شیرین با مزه به علم میپزد. جواب این چیستان من خربوزه. از دور دیدم ارنگ جامه کبوت سبز رنگ با دیرینگ افتابکان کلوله خوب اندرونی لوله نخود. چند ضرب المثل ایجاد کردی؟ ضرب المثل چند تا ایجاد کردی؟ ضرب المثل زیاده 120. خیلی مرحمت. از تنبل اما بیزار دویدن گسالت تا که نان هم نان و نان ریزه هم نان. اول اندیشه بعد گفتار تا منع نکنی راحت نمیبینی. خوش لطیفه میتونی؟ بله. کنی یک لطیفه گوی. یک پسر بود ترالبوس همراه مادرش رفته ایستاده بودند که پسر بچه میپرسد مادر جان این ترالبوس چی یگان فرزند دارد؟ بعد مادرش میگوید بله ممکن داشته باشد. بعد انور جان میگوید چرا پدر من ترالبوس ندارد؟ با مادرش حیران میماند. مادر بهار عمر گلگون درخت من سلطان تخت دل سامان بخت من ای جان مادرم جانان مادرم یک شاخه گل ریحان مادرم. شهر دوشنبه شهر نمویم چون گل تو از من از تو رویم. شهر دوشنبه ای چهره آرا بوی سمرقند بوی بخارا. از جوره هاشمی هم شعر میدونی؟ کنی خونه؟ کشور تاجیکان از خنده رخسارت گل خنده بر رخسار است از مهر شرر بارت ما را دل سرشار است. ای کشور تاجیکان تو مادر دلبندی چون جان و جیگر با هم ما را تو بپیوندی. ما گردی تو میگردیم با هم رده میپندیم از فیض تو میبالیم از بخت تو میخندیم. از جمله جهان آید بر جشن سعید تو فیروز و مبارک بود طالع سفید تو. بسیار خوب. در دفتر تو شعر از محمد غایب هم هست. بزم گل در چمن نوروز است دور غلغل فکن نوروز است تا بگردون سخن نوروز است تاجیکستان وطن نوروز است. بوی نوروز است از سمدر روی نوروز است از سمدر همه در پیراهن نوروز است تاجیکستان وطن نوروز است. بسیار ناز. همین از کلاه سرخه که خوندگی هستی؟ بله. خب درباره چی است؟ درباره یک دخترک و گور. درباره کی؟
چرا او رو کلاه سرخک میگویند؟ چون که وی مادرش در زادروزی وی یک کلاه سرخ تبریک میکند و همان کلاه را پوشید. در 4 فصل همان کلاه را میپوشد. از بس که همان کلاه را میپوشد مادرش به او کلاه سرخک نام برده بود. روباه زیرک و گرگ نادان. بله. خب نقلش مرحمت نقل کنی. گرگ گرسنه در راه رفته ایستاده بود که از پیشش یک روباه میبرد. بعد گرگ میگوید و من تو را میخورم. بعد روباه هرچند که زیرک بود زیرکیش را به پیش میبرد و میگوید من تو مرا نخور، من تو را یک جا میبرم که آنجا پوری میوگی ها است. بعد گرگ شکمش را قبیده خرسند میشود و میگوید رفتیم به کجا. بعد روباه میرود که از پیشش یک باغ خیلی کلان میبراید. در درون وی خیلی میوه های با لذت پختگی هستند. بعد روباه و گرگ گیردی باغ میگردند که از پیششان یک سوراخی میبراید. من میخوام از بعد عجب یک شعر قرائت کنم. میلشون من در اختیارات. کجا رفتی انور جان؟ صحرا رفتم مادر جان. چرا رفتی انور جان؟ که آوردم مادر جان. که چی لازم انور جان؟ به گاو دهم مادر جان. گاوی علا شود سیر نماند از سر و دهر. خرمه شود پوری شیر مسکه کنیم و پنیر. کی میخورد انور جان؟ من و شما مادر جان. من میخوام در وصف وطن از بازار صابر شعر قرائت کنم. کنی؟ وطن 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 منم به تو تنی بتن. کسم اگر کسی تویم خسم اگر خسی تویم. وجود تو از دو تن تنی زمین و جسم من و تویم هموطن. وطن 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 وطن. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی هوا جمله بکردم پرواز. مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد. تشکر. ما نسلی تاجیکانه خوشفعل و مهربانه. آدابی ما سلام است معقول خاص و عام است. فرخنده ای اسلام است نکوترین کلان است. زیبنده از این رفتار با والدان غمخوار. با پیران با آموزگار سلام بگوید هر بار. چی در کوچه چی خانه چون میشوی رو برو. اول سلامش بگو سلامنی ها دارد. نیکی سیاتی دارد. صلح و سلام و وحدت در زندگی برکت. لفظی سلام سلام است الفبای آداب است. من خواننده صنف 4A جاروزاده حیدرعلی تعلیم گیرنده مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم و به پرستار شهر چنبه باشم. من در آمون 150 کتاب 280 شعر 100 تا مقال 125 ضرب المثل و 256 ازیاد کردم. هر سال سراغ ما بیاید بر ما در مهر خود کشاید. یک سال با شادی بگذرد روز هستید به هر یتیم دلسوز. احساس یتیمی را نسازیم سرپس نیم و سرفرازیم. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپر نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است در هر قدم به فکری ما است. امداد کند همیشه بر ما او را بکنیم تاج سر ما. نامای همین کتاب ها همش میدونی یا نه؟ گوی کنی چند تاشه؟ تیلا نرم از جان نادان در عذاب. من هم شد تیلا نرم از جان نادان در عذاب. مکتب کنه مرگ سودخور. خواب دوناز یا شمال. چشمک خوشبخت و غیره ها. مکتب کوینه که نوشتگی؟ استاد صدیدین عینی. نقل کرده میتونی؟ بله. کنی؟ من بعد مادرم ما را گفته بود که تو باید 4 سال تو رو در 4 ساله 4 ماه 4 روزه بداند به مکتب برده بودیم. تو باید خیلی کوشش کرده خونی که به همسالان برابر شوی. پدرت تو رو مرا پدرم به یک مکتب برده بود که در آنجا من در این مکتب در اومدم. مکتب خیلی کلان به مثل خونه ما خیلی کلان به غلاغوله و سرودم نبود بلکه در مکتب خیلی غلاغوله و آدم های زیاده. کی برد اینه مکتب؟ لبن؟ به مکتب کی برد؟ به مکتب استاد صدیدین عینی را پدرشان پدرش برد. بعد
چند کیها بودن بچه ها؟ مکتب دار به مکتب دار یاردم میکرد کی بود؟ با مکتب یاردم میکرد و معلم اونجا میگفتن مکتب دار گفته که استاد اینه؟ بله. کی بود و یاردم میکند؟ ما امروز هم میگیم که سردار سی. خلیفه. انا آفرین. خلیفه در اون وقتا خلیفه رو سردار سی میگفتن. نه حاضی سردار سی میگن اون وقت. بله. در اون وقتا خلیفه میگفتن. خوش وقتی معلم رفت مکتب دار بیرون رفت چی حادثه رخ داد؟ وقتی که مکتب دار به بیرون میبره خلیفه همون خوانندگان رو میزند. وقتی که خلیفه برمیگردد وقتی مکتب دار برمیگردد از پای خلیفه رو میبندد بعد خوانندگان خلیفه رو میزنند. روش کدام بازی ها رو میکنن در هم مکتب؟ آنها در آنجا پرنده ها رو با پرنده ها جنگ میدوزن وقتی که مکتب دار به بیرون نامی هم میبره. پرنده چی بود میدونی؟ خوش بعد اینی کدام مکتب بردند؟ وقتی که در مکتب پسران استاد صدیدین عینی چیزی رو نمی آموزد بعد پدرش به خلاصه میآید رو به مکتب دخترها میبرد. افسانه ها چه خوانده نام برکن؟ از افسانه خلق تا از قسم 1 تا به قسم 6 خواندم و از افسانه های استاد جنی رو داری از اینا هم خواندم. از برادران گرین. دوست جانی نقل کن. مرد بود که دو پسر داشت. وقتی یک پسر با یک پسر دوست میشود و دوستش خیلی پسر بعد از پسر خردیش را از خانهش بیرون نمیبرد چون که پسر خردیش وقتی که به مکتب میرود برادر کلانیش با همون دوستی که دوست میشود یک کاری بعد میکنن تیرزه مدرسه رو میشکنن باری برادر خردیش میکنن بعد پدرش او را از خانه به بیرون راه نمیدهد بعد او را در خانه میشینونن بعد یک روز آنها میرن با مدرسه میروند وقتی که پدر معلم میگوید که تیرزه مدرسه رو پسر خودی نه بلکه برادری او شکسته است پدر برادری کلانی رو جزا میدهد بعد همین دوستی برادری کلانی که خیلی دوستی بیادب است او میآید و با دوستش جنگ میکنند میگوید که من تیرزه مدرسه نشکسته بودم از پشت تو پدرم مرا لطکوب کرد بعد هر دوی آنها خیلی بحث میکنند و ناگاه برادری همین پسری بیادب میآید و هر دوی آنها از هم جدا میکنند ناگاه هر دوی آنها این پسر رو میزنند و یک دوستی همین پسری خوردی میآید و هر دوی آنها رو خلاص میکنند به نزد راهبر میبرد وقتی که هر دوی آنها به نزد راهبر میبرد راهبر به پدر و مادر آنها شکایت میکنند بعد همه آنها همسنفان و همون پسری که هر دوی آنها رو به نزد راهبر برده بود همه او را بوز میگویند بعد یک روز معلم از این حالا خبردار میشد به همه همسنفان میگوید این بوزی نیست میگوید اگر اینها هر یکدیگرشان رو زده میکشتند شما به خبر میموندید مدرسه ما رو محکم میکردن برای همین هر کدام شما باید مثل همین رفتار کنید این بوزی نه بلکه این دوستی جانی است. کمپیر جنگل دختر همراهی پدر و مادرش به سیاحت میبرد ناگاه شاه از آنجا میگذرد شاهزاده دختر را میبیند و به او عاشق میشود شاهزاده به خانه دختر خواستگار میفرستد دختر مایندر دارد مایندرش راضی نمیشود و مایندر یک دختر دیگر دارد دختر خودش را به خانه شاهزاده روان میکنه شاهزاده میگوید من این را نه بلکه دیگر دختر را میخواستم وقتی شاهزاده خودش به خانه همین دختر میدرد بعد دختر را میبرد و به خانه خودش میبرد وقتی که از این حالت در جنگل یک کمپیر است و جادوگر است وقتی از این حالت خبردار میشود شاهزاده را جادو میکند با همه اولادش بعد دخترک در وقتی تویش هم هیچ کسی نمیبیند و حیران میشد و خیلی میکند کسی نمیبیند بعد ناگهان خروسی و خیلی وفادار است و با او یک انگشتری میدهد وقتی و انگشترین را با بالای یک درخت میگذارد ناگاه درخت به شاهزاده تبدیل میشود بعد شاهزاده رفته همون کمپیر جنگل را میآورد و با او تنگه و طلا میدهد از او احترامونه خواهش میکند که همه عائله او را از جادو گیرد بعد کمپیر جنگل همه عائله او را از جادو میگیرد و آنها خرسندانه زندگی میکنند. تشکر. شیستا میدونی؟ بله. مرحبا.
کی باشد این پهلوان پهلوانی با شبان خواب آلودی زمستان مردی کاری تابستان خیز باز یک پارچه زمین داشتیم تخم سیاه کاشتیم با چشم خود بدیدیم با عقل خود شناختیم کتاب تابستان و زمستان خوراکش دانه و مغز در مغاکی درختان می سازد خانه نغز شعر از شاعره عزیز محبوبه نعمت‌زاده درباره دوست در این جهان تو دانی کمتر رفیق جانی پس قدری دوست را دان هیچگاه را نرنجان دوست بود برادر هم خواهر و هم دادر از میرزا ترسونزاده دوستان را گم مکن تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن دوست را از دوست جان فرق کن دوستی پیوندی جان را گم مکن چشمه الهام ما خلق است و بس خلق مشهوری جهان را گم مکن تشکر درباره پرچم یک شعر خونید در کفی پیش صف پرچم است از متاعی هدف پرچم است اعتبار و شرف پرچم است خلق ما را به کف پرچم است این شعر کیست؟ شعر از استاد محمد غایی از نظام قاسم هم درباره پرچم میدونی؟ بله مرحبا. پرچم ننگ و نام ما پاره جسم و جان ما نور و ضیای چشم و دل پرچم کاویان ما بال کشا رنگی برنگ سبز و سفید و لاله رنگ تاج ستاره ها قشنگ تاج سر است ای وطن شعر از عبید رجب خونید کجا رفتی انور جانه؟ کجا رفتی انور جان صحرا رفتم مادر جان چرا رفتی انور جان که آوردم مادر جان که چی لازم انور جان با گاودی هم مادر جان گاوی علا شود سه نماند از صحرا ده خرما شود پوری شیر مسکه کنه مو پنیر کی میخورد انور جان من و شما مادر جان درباره معلم کنی یک شعر خونید فقط جان میکند بیچاره استاد که تا حرف کند شاگیدش از یاد اگر شاگید قابل بیندش بین بسانی غنچه خندان است و آزاد اگر شاگردی او نااهل و نادان چو سیلی کوه گردان میزند داد در او مهر روان چون آبی دریا در او چهره چو خورشیدی سحرزاد هر آنجا پای استاد از گلشن هر آنجا دستی استاد از آباد در این دنیا حیاتی جاویدان چیست بدان نام پدر نه علم استاد صابر جان هاشم زاده دوستی وفادار پسر بود که صابر نام داشت و یک سگی وفادار داشت که سگش رو خیلی دوست می داشت یک روز وی به مسکو سفر داشت سگش رو به همسایش می دید و از او خواهش می کند که تا آمدنش سگش را نگهبین کند وقتی که صابر به مسکو می رود سگش دوستش را نمی بیند و تا به آمدن صابر چیزی نمی خورد سگش روز تا روز لاغر می شود وقتی که صابر از مسکو به شهر زنگ میزند به همسایش از او خواهش میکند که من با دوستی وفادارم صحبت کنم وقتی که سگ صدای صابر را میشنود در را به نزد گوشی تلفن میرود و عکاسی خودش را میبرد صابر خیلی غمگین میشود و اشک چشمانش را اشک حلقه میزنند و گریه میکند وی به همسایش میگوید که بعد از 2 هفته من به شهر میآیم وقتی که صابر به شهر می آید به درون خانه همسایش می درآید سگش را می بیند که دوستی وفادارش خیلی لاغر است و دوستش را به آغوش می گیرد و خیلی سخت پشیمان می شود و خیلی هم گریه می کند و سگش را می گیرد و به خانه خود می رود و به سگش وعده می دهد که دیگر به یگان جانه می رود دو لطیفه از حیات مکتب بچه ها گفت زن معلمه طریق بسیم درآید و بچه افندی را از جایش میخیزاند و میگوید قلعه هلبوگ را که گرفته است میگوید به خدا معلمه جان من نگرفتم معلمه در حیرت میافتد و باز میپرسد من نگفتم پسرم تو گرفتی من تنها از تو پرسیدم که قلعه هلبوگ را که گرفته است به خدا معلمه جان من نگرفتم معلمه در حیرت میافتد و بچه افندی را به نزد پدرش میبرد افندی پسرش را در نظرش راست میماند و میگوید پسرم من به تو چند بار گفتم که چیز را گرفتی راستش را گوی اکنون به من راستش را گوی قلعه هلبوگ را که گرفته است به خدا پدر جان من نگرفتم بعد افندی به معلمه میگوید دیدید معلمه جان پسرم میگوید من نگرفتم معلمه خیلی غضبناک میشود و از خانه میبرد در راه رفته ایستاده از ناگاه همسایه افندی را در راه وا میخورد آنها با هم
سلام میکنند و بعد همسایه افندی از حال معلمه میپرسد. بعد معلمه حکایه رو نقل میکند که من از بچه افندی پرسیدم که خاله هلبوگ رو کی گرفته از وی گفت من نگرفتم، من اون رو به نزد پدرش بردم، پدرش هم او رو راست ماند و گفت خاله هلبوگ رو کی گرفت. پسرش میگه من نگرفتم، باز پدرش به من میگوید که دیدید پسر من نگرفته است. بعد همسایه افندی میگوید که دوگانه جان نپرسید این اولاده چیز رو گیرن، میگوید که ما نگرفتیم. پدر همراه پسرش در باغ سیر و تماشا میکنند. ناگاه زن میگذرد و به افندی یک سیب میدهد. بعد پدرش به افندی میگوید پسرم اکنون چی گفتند در کار؟ بعد افندی به زن میگوید شما این رو شستید؟ به جای رحمت گفتن نه؟ بله. درست. تزگویاک یک تا تزگویاکین. چوجه افتاد در چوجه به چوجه من خوجه، چوجه افتاد عجب به جان خوجه، چوجه افتاد عجب به جان خوجه. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جایی زیستم. این دلی من منزلی یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نه آمد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دلغش کرد چون اطوال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرودی عاشقان. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستان و دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. بیایید ای شریکان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. من رسولا و حلیمه خواننده صنف دوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 87 ناحیه سینا، من در نامیناسیون ادبیات بچگانه شرکت می‌ورزم. علی حال من به شما داستان جان شیرین از میرزا ترسونزاده قرائت می‌نمایم. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جایی زیستم. این دل من منزلی یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. چی سانگه؟ میپرد و بالش نمیگردد و پایش نه، ابر در بالای میز از همه عزیز. گر نباشد آن میمانه ما عاجز. نان این سو اره آن سو اره، میانه گوشتی بره دهان و زبان. یک چادری زنگالی، شبها پرو روز خالی، آسمان و ستاره. ضرب المثل بدانیم؟ بله. گوی کنیم؟ آهن را در گرمیش میکوبند، چاهکن زیر چاه میهنت کنی راحت میبینی. اول ببین جای خود، بعد بیمان پای خود. درست است. آفرین. زفر سفر کرد، سفر زفر کرد، زفر سفر کرد، سفر زفر کرد، زفر سفر کرد، سفر زفر کرد. صاحب جان ساعت ساز است، صاحب کسب و ساز است. صاحب جان ساعت ساز است، صاحب کسب و ساز است. صاحب جان ساعت ساز است، صاحب کسب و ساز است. درباره جشن نوروز، ساده، مهرگان، تیرگان، اون شعر از کنی؟ بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی. بی پشتاقی گلدوزی، بهاری لاله‌زار آمد. چند افسانه خواندی؟ 90 تا. 90 تا. کنی ناماشا گوی چند تا شکنی؟ بزرگ جنگل پاک، یک تا. سگ قناعتمند، دو تا. مرغ خانگی، سه تا. مرغ خانگی نقل کن. یک کبوتر بود، و 2 تا پسرچه داشت. 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 و 2
ولی
بچه هایش را خیلی دوست می‌داشت. از هر جا هر غذای گوناگون پیدا کرده آورده به بچه هایش میداد. ناگاه میرفت میدید که یک مرغ از پرتابگاه آدمان میخورند. بعد کبوتر پرسید ای مرغ تو چرا مهنت نمیکنی با بچه هایت نمیدهی؟ بچه هایت باشند از پرتابگاه میخورند. مرغ گفت که با ما صاحبمان دان میدهد. بعد از کبوتر پرسیدند که تو از مرغ بیشتر میدانی؟ بعد کبوتر گفت که من بچه هایم را خیلی دوست میدارم. یک پاره از همین داستکه بود یا نبود بودگار بود، پلیس نبود شودگار بود. در یک زمین در یک زمان شاهی خلایق مار بود. ماری کلانی زور بود، بد هیبت و خونخور بود. در یک زمین در یک زمان فرمانبرش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار در رو بیرو زردی مخواه از بحری من چشنی بیار. رو نیستن درنده را چرنده را پرنده را کی از همه شیرین تر است فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد کارش سر از یک غاز کرد. گوساله را بزغاله را شیرین گزید و ناز کرد. قورباغه را نیش زد توف کرد و خود را پیش زد. با قهر و غش بر قصد او نیشش به یک گومیش زد. با این سبب از آدمان آن داستک مشهور شد. هم دوستی آدمان با داستک پرزور شد. حرفی که ما میخوانیم حرفی که ما میدانیم همیشه آرد بیاد منظره از حیات. حرفی آ مثل کلچه حرفی به مثل دولچه حرفی جه چون تارتنک. درباره مادر ای مادری من ای مادری من ای مهربانم نامی خوشی تو ورد زبانم. مهری تو دایم در جسم و جانم. عیدت مبارک من بری تو آزاده رستم. مهر دلی خود بر تو ببستم. فرزند دلبند بهر تو هستم. عیدت مبارک. از بیت رجبم یک شعر خونید. مرا تنبل نگوید تنبل بدل نگوید که من اکنون قابلم با این گپ مقابلم. بچه گپ درایم از گپ نمی برایم. نمی گریزم از کار با کاری خانه تیار. بهارستان جامی. یعنی از افسانه های خلق تاجیک نیست. خب کنی یک قصه کن کنی؟ نبود یک موشک بود وی خیلی موشی مغرور بود. ناگاه بر راه میرفت از نزدش یک اشتر برآمد. وی بند اشتر را گرفت و راه رفت. بعد اشتر به وی هیچ چیز نگفت. موشک باشد خود به خود گفت این من پرزور بودم که یک اشتری کلان را راهنمایی میکنم. بعد وی میرفتند از نزدش یک دریاچه برآمد. دریاچه در نزد اشتر خیلی خرد بود اما در نزد موشک باشد کلان بود. بعد موشک گفت ای اشتر بیا مرا از این دریاچه گذران. مرا راهنمایی میکنی کو؟ بعد موش از اشتر زاره و تولا کرد. بعد توبه کرد که این کارش را دیگر نمی کند. بعد اشتر باشد او را بر پشتش سوار کرد و از دریاچه گذراند. لطیفه گوید خواهر جان. روز معلم از معلم
تاریخ از خواننده‌اش از احمد پرسید احمد کنی خیز شاه عباس چگونه شاه بود؟ احمد فکر کرد جواب دادن نتوانست. بعد گفت از قفای این مرده گپ زدن کاری خوب نیست. این تنبل کارفرما پند بشنوامین است ها؟ انا نکن اونجا گفته که از خانه اش نه از خواننده اش شاگردش پرسید ها؟ ضرب المثل چاهکن زیر چاه مهنت کنی راحت میبینی آهن را در گرمیش بیکوب. سلامت باشی.